سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه بحث ما در یک رساله سهروردی است که جزء رساله های درجه اول سهروردی هست، بلکه این رساله جزء رساله های درجه یک رمزی عرفانی است. یعنی بخوایم 3 رساله از میان رسائل عرفانی سهروردی انتخاب کنیم، قطعا این یکی از اون رساله هاست. اما تفاوت این رساله با رساله های قبلی اینه که اونا همش به زبان فارسی نوشته شده بود توسط خود سهروردی، اما این رساله توسط سهروردی به زبان عربی نوشته شده و بعد توسط دیگران به فارسی ترجمه شده. متن این رساله برای نخستین بار توسط هانری کوربن فرانسوی تصحیح شده و در جلد دوم مجموع مصنفات شیخ اشراق در کنار مهمترین کتاب سهروردی که حکمت الاشراق هست با رساله اعتقاد الحکما و این رساله قربة الغربیه منتشر شده. 1331 در ترکیه این کتاب برای اولین بار منتشر شد و بعد از چند سال باز در ایران در سال 1155 تجدید چاپ شد همین کتاب. احمد امین در قاهره در سال 1958 میلادی، چند سال بعد از هانری کوربن، در ضمن یک مجموعه از ابن سینا، ابن طفیل و سهروردی این رساله رو منتشر کرده، اما عنوان رساله گذاشته شده حی ابن یقظان که متعلق به ابن سینا، ابن طفیل و سهروردی و در مقدمه رساله متوجه خواهیم شد که یک ارتباطی هست بین این رساله و رساله حی ابن یقظان ابن سینا. این رساله توسط تاکستون در 1982 به انگلیسی ترجمه شده. لذا شما متن انگلیسی همه رساله‌هایی که تا بحث کردیم رو در کتاب تاکستون میتونید پیدا کنید و همواره من این رو معرفی کردم. این رساله از همون اوایل به فارسی ترجمه شده. نام مترجم مشخص نیست. برخی جاهای متن رو هم انداخته، یعنی مقایسه که میکنیم ترجمه با متن کامل هماهنگ نیست، برخی عبارات‌ها افتادگی داره. برای بار دوم این رساله توسط تقی پورنامداریان به فارسی ترجمه شده که متن ترجمه که الان در اختیار شماست من از کتاب ایشون گرفتم و این ترجمه کامله، یعنی همه افتادگی ها رو هم ایشون تکمیل کرده. برخی از این افتادگی ها بر اساس ترجمه مرحوم دکتر محمد معین صورت گرفته. دکتر محمد معین که یار ده خدا بود و یکی از نویسنده که لغتنامه مشهور هست، همه میشناسیمش و این زحمت رو به عهده گرفته. غیر از این رساله توسط پرویز عباسی داکانی چند بار شرح شده. ایشون کتابی به نام شرح قصه قربة غربیه سهروردی در 1180 منتشر کرده، بعد سهروردی و قربة غربی در 1186 نوشته و باز چندین مقاله هم منتشر کرده که من برخی از اینها را دیدم. این رساله در سال 1164 هم توسط حسین خراسانی باز به فارسی ترجمه شده، یعنی ما 3 ترجمه فارسیش الان داریم و چندین شرحش ازش در دست داریم. مشخصه که مورد نظر همه محققان و عرفان دوستان بوده. این رساله از همه رساله‌هایی که تا کنون خوندیم دشوارتره، یعنی رموز بیشتری داره، پیچیدگی بیشتری داره، با اینکه از همش هم مختصرتره. بسیار مختصره ولی بسیار از در کنار اختصارش حاوی مطالب مهمی هست. اما عنوان رساله قصه قربة غربی، این عنوانش هم قشنگ به هم ارتباط داره، دوتاش هم با این شروع میشه. قربة غربی، این غرب و شرق در این رساله شرق و غرب جغرافیایی نیست، شرق و غرب معنوی است. در متون عرفانی که اولین بار هم این اصطلاح رو حداقل در حد اطلاع ما ابن سینا به کار برده و این سرخط اصلی این رساله از ابن سیناست. خود سهروردی در ابتداش توضیح میده
و بعد سهروردی رو بسط داده و چیزهای فراوانی بهش اضافه کرده. شرق از مشرق است، محل طلوع نور و آفتاب است. غرب، مغرب، محل غروب و تاریکی است. زمانی که خورشید فرو می نهد، غروب میکنه، میشه مغرب. غرب یعنی آنجا که خورشید غروب کرده است، یعنی آنجا که نور نیست. بنابراین مغرب با ظلمت همراهه و مشرق با نور همراهه. خب ما جایی که بودیم اصل ما محل نورانی است. ما از نورالانوار آمده ایم. ما از بهشت جنت عدن آمده ایم. ما از نورستان آمده ایم. به کجا آمده ایم؟ به زمین که مهد ظلمت است آمده ایم. ملکوت دیار نور است، عالم مادیات غرب ظلمانی است. بنابراین این داستان بازگشت به اصل ماست، بازگشت به وطن است. اما این وطن جغرافیایی نیست، این وطن معنوی است. این داستان یه تلنگری به ما میزند که شما متوجه باشید این گونه خو کرده اید به زندگی دنیوی، به زندگی مادی، وطنتان را فراموش نکنید. شما از جای دیگری آمده اید و باید به اونجا برگردید. مأنوس به این عالم مادی نشوید. این موضوع بسیار مهمیه. موضوع از خود بیگانگی است. خود اصلی ما، اون خود نورانی است و کسی که از خود، یعنی از اون وطن اصلیش بیگانه شده باشد و با عالم مادی مأنوس شده باشد، موضوع این کتاب است. داستان کتاب داستان یه سفر است، یه سفر روحانی با رمزهای متعدد، ولی من میخوام وفادار به متن بمانم و با خود سهروردی پیش بریم. بنابراین غربت غربی، ما غریبیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما با بلبل باغ ملکوت بوده ایم. حالا آمدیم به چاه ظلمانی دنیا. اگر در این دنیا احساس غربت نکنیم، یعنی مأنوس شده ایم و وطنمان را فراموش کردیم. وقتی برگردیم آنجا احساس لذت میکنیم. فردی که در این دنیای ظلمانی احساس لذت میکنه یعنی از اصل خودش دور مانده. این داستان بازگشت به اصله. منتها اول باید تنبه پیدا بکنیم که ما از اونجا آمده ایم و اینجا غریب هستیم. غربت غربی یعنی غربت در عالم ظلمت. احساس غربت شرط اول است و بعد شناخت وطن اصلی و بعد برنامه‌ریزی برای بازگشت به وطن اصلی و بعد توی این قصه وقتی هم به انتها میرسیم میشه بازگشت موقته. بازگشت دائم شرایط خیلی بیشتری دارد. مطمئن هستم اگر ما این قصه رو بفهمیم همه ازش لذت میبریم و نمیتونیم فراموشش کنیم. این قصه زندگی ماست، قصه زندگی واقعی ماست، قصه زندگی آنگونه که باید باشد است. حالا به کجا میرم؟ بعد از خطبه اول داستان میگه بعد چون داستان من فارسیش رو میخونم، متن عربیش هم البته همراهم هست، عربیش هم بسیار زیباست به خاطر اینکه کلمه به کلمش آیات قرآن رو با تعبیرهای عرفانی به کار برده. و نکته ارزندش اینه که اگر کسی با قرآن مأنوس نباشه اصلا متن عربیش رو هم متوجه نمیشه و اون رموز عرفانی و تعبیرات رمزی که به کار برده رو متوجه نمیشه. غیر از یه مقدار هم جهانشناسی و ستاره شناسی قدیم هست که با ستاره ها بازی کرده که حالا به جاش که رسیدیم اون مقدارش که برای زمان ما قابل ذکر هست دنبال میکنیم. و قهرمان داستان هم خودشه، یعنی داستان از زبان یک نفر گفته میشه. من خود سهروردیه.
این داستان تصنعی نیست. نکته اصلیش اینه که این داستان برای کسی اتفاق افتاده. سهروردی داره تجربه معنوی خودش رو برای ما میگه. ممکنه شما باور نکنید، میتونید باور نکنید، ولی در نظر داشته باشید کسی بوده که این کارا رو کرده، این چیزا رو دیده، داره مشاهداتش رو برای ما میگه. شما حد اکثر میتونی بگی من این مشاهدات رو نداشتم، اما حق نداری اینا رو انکار بکنی. اگر به صداقت نویسنده اعتقاد داریم باید باور کنیم این حرفا اتفاق افتاده. حالا داره برای ما میگه من اینا رو دیدم. در کجا دیدم؟ در عالم مثال دیدم. حالا عالم مثال هم عالم بالاتر از عالم مادیه. هیچ جایی هست اگر کسی خواب رؤیای صادق ببینه میشه انکارش کرد؟ میگه من اینا رو در خواب دیدم. بعدن خوابا اتفاق میفته. عرفا همچو حالتی دارن. پیامبران هم وقتی بهشون وحی میشه در همین عالم مسائل رو میبینن. تجسم امور رو در یک عالم دیگه میبینن. قصه غربت غربیه روایت شرقی غار افلاطونه. یعنی اگر بخواد این رو تمثیل بکنید، در افلاطون که این دنیا رو متأثر کرد، یعنی قصه غار افلاطون یکی از مهمترین تجربه های بشریه. قصه غار افلاطون اینه، میگه که کسانی بودن که حق نداشتن پشت سرشون رو نگاه بکنن. اینا رو زنجیر کرده بودن، همه فقط میتونستن دیوار غار رو ببینن، دیواری که جلو رویشون بود رو ببینن و پشت سرشون آتشی روشن بود و سایه اموری بر روی دیوار میافتاد. اینها هرگز هیچی رو ندیده بودن، صرفاً این سایه ها رو میدیدن و این سایه ها فکر میکردن که حقیقت فقط همین سایه هایی است که داره روی دیوار میفته. و بعد تو انتهای داستان زنجیرها رو باز میکنن، اینا از غار میان بیرون، تازه میفهمن یک عمر که توی غار بودن و این تصویرها رو میدیدن اینا سایه واقعیت بوده، واقعیت نبوده. این داستان غار افلاطون. حالا میام توی اینجا، اگر کسی توی چاه دنیا، دقیقاً چاه هم به کار میبرن، چاه قیروان که حالا برسم توضیحش میدم، در این چاه اتفاقاتی که میفته فکر بکنه زندگی همیناست، مثل اون زنجیری غار افلاطون میشه که یک عمر فکر میکرده تصویر واقعیته، تصویری که روی دیوار میفته واقعیته. حالا نگو که چیزهای پشت سرش اتفاق میافتاده، سایه‌اش از آتش میگذشته و اون روی دیوار میدیده. آنچه که ما در دنیا میبینیم مثل اون سایه است که روی دیوار غار افلاطون میفته. فقط ما باور باید بکنیم که یک حقیقت بالاتری هست. سفر این رساله سفر افقی نیست، سفر عمودی است، طولی و عمودی است. یعنی شما از خاکدان زمین ملکوت آسمان بالا میرید، یعنی مراحل یک دنیاهای دیگری رو میبینید، یه مراحل دیگری رو طی میکنید، نه اینکه از این شهر افقی به شهر دیگری برید. مرتبه وجودیتون افزایش پیدا میکنه و در نتیجه چیزای دیگری رو مشاهده میکنید. پس در غربت غربی قرار است ما از دیار غربت به سوی وطن اصلی برگردیم و سفرنامه عمودی رو، این سفرنامه از ته چاه به اوج آسمان رو با هم دیگه تجربه کنیم. اما بعد چون داستان حی بن یقظان را خواندم، داستان حی بن یقظان یکی از شاهکارهای ابن سیناست. البته ما که بسیار مفتخر به ابن سینامون هستیم، بعید بدونم حالا اگه در انتهای جلسه بپرسیم چند نفرمون این داستان رو خوندیم یا به گوشمون رسیده و اصلا ابن سینای بزرگ چی گفته توی این داستان. حی بن یقظان رو اصلا اسمش حی یعنی زنده، پسر یقظان یعنی بیدار، زنده پسر بیدار. و این داستان حالا به زبان فارسی توسط مرحوم فروزانفر ترجمه شده حدود 40-50 سال قبل. توانستم من نسخه PDF کار فروزانفر رو در اختیارتون میذارم که حداقلش بخوانید که این چه عظمتی داره. من حالا چون اون رو بنا دارم انشالله یک زمان دیگری تو همچون جلسه‌ای بازش بکنم، الان وارد جزئیاتش نمیشم. حی بن یقظان قصه مشاهدات معنوی
در مواجهه انسان با امور ملکوتی و امور ماورایی و متافیزیکی. داستان ملاقات انسان با جبرئیل، داستان ملاقات انسان با عقل فعال، داستان ملاقات انسان با اموری ماورای انسان است. ابن سینا هم کسی رو نوشته که هم طبیعی دوران خودش رو سرآمد بوده، یعنی علوم طبیعی، پزشک اول بوده در همه دنیا، تا قرن 17 کتابش تدریس می شده حتی توی اروپا. و بعد به لحاظ فلسفی هم یکی از بزرگترین فیلسوفان دنیا بوده و در اواخر عمرش یک گرایش عرفانی پیدا میکنه، یعنی از فلسفه ارسطویی بالاتر میره و به یه چیزی میرسه به نام حکمت اشراق. اگرچه این اسم فلسفه سهروردی، اما اسم رو خود ابن سینا گذاشته، حکمت نورانی و حکمت شرقی. حکمت المشرقیین اسمش میذاره. مشرقیین اینجا یعنی حکمت مشرقی در مقابل یونان که حکمت مغربی است، اونجا جغرافیایی دقیقا. در مقابل حکمت یونانی که حکمت مغربی است، در مقابل حکمت ارسطویی، فلسفه ارسطویی برای اولین بار میخواد حکمت شرقی درست کنه و درست میکنه. و یه عنوان دیگر، یه معنای دیگر از مشرق نورانی بودنش از شرق است. سهروردی معنای دوم رو میگیره. اسم فلسفه خودش رو به تبعیت از ابن سینا میذاره حکمت اشراق، یعنی حکمت نورانی. و بعد توی این داستان این ملاقات صورت میگیره. سهروردی توضیح میده، این خیلی حرفای جالبی توش هست، اینشو میخونم. هر چند شامل سخنان روحانی شگفت و اشارتهای عمیق شگرف است، آن را عاری یافتم از تلویحاتی که اشاره کند به طور اعظم، یعنی تامه کبرا، که در نامهای خداوندی مخزون است و در رمزهای حکیمان مکنون، هم در داستان سلامان و ابصار که گوینده قصه حی بن یقظان آن را پرداخته پوشیده آمده است. رازی است که مقامات پیروان تصوف و صاحبان مکاشفه بر آن استوار است و در رساله حی بن یقظان نیز بدان اشارتی نیست جز در پایان کتاب، آنجا که آمده بود که یکی از مردمان به نزدیک وی شود تا پایان گفتار. پس بران شدم که اندکی از آن به شیوه داستانی به نام قصه غربت غربیه برای بعضی دوستان بزرگوار بپردازم و مرا در آن چه آهنگ کنم بر خدای توکل است. یعنی این که داستان حی بن یقظان ابن سینا جایی که باید شروع بشه تمام میشه و چون احساس میکنه داستان ناقص مونده، فقط ملاقات صورت میگیره اما سفر رو ننوشته ابن سینا. سهروردی تصمیم میگیره دقیقاً از همون جا که ابن سینا تمام کرده داستان رو شروع کنه. بنابراین حی بن یقظان میشه گفت که جلد اول غربت غربیه است. غربت غربیه سهروردی ادامه و جلد دوم حی بن یقظان است. حی بن یقظان زنده پسر بیدار، ابن طفیل فیلسوف مسلمان اندلسی آمده عنوان را از ابن سینا گرفته و یک داستان متفاوت معنوی پرداخته. حی بن یقظان پس دو تا روایت دارد، یکی روایت ابن سینا، یکی روایت ابن طفیل. داستان روبرتسون کروزوئه که فکر می‌کنم همه ما در کودکی خوندیم، روایت غربی از حی بن یقظان ابن طفیل است، یعنی کاملا اقتباس از داستان ابن طفیل. همتون یادتونه یک کسی افتاد توی جزیره‌ای و بعد بدون انسان بزرگ شد. این دقیقاً مطلب از ابن طفیل است، نه از نویسنده به اصطلاح، نه از روبرتسون کروزو نویسنده اونم خواندنی است. اون رساله به زبان عربی است و به زبان‌های دیگه هم ترجمه شده و ادبیات دنیا رو متأثر کرد. یه اسم دیگه هم ایشون به کار برد، سلامان و ابصار. این رو هم ابن سینا نوشته، یه رساله رمزی و عرفانی است. سلامان و ابصار متاسفانه متن کاملش به دوران ما نرسیده. خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم خلاصه ای رو از این داستان عرفانی سلامان و ابصار در شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا ذکر کرد. انشاءالله اگر توفیقی بود این داستان سلامان و ابصار رو هم که باز یکی دیگه از داستان‌های بسیار مهم عرفانی ابن سیناش بهش خواهیم پرداخت. این داستان هم دو روایت داره، حالا اونها جدا بهش اگر بخوام وارد این جزئیات بشیم دیگه به بحث امروزمون نمیرسیم.
حالا ایشون اشاره میکنه که اون نکته اصلی تامه کبرا یا طور اعظم است، طور که تامه کبرا یا طور اعظم ملاقات انسان با فرشته راهنماست. برای هر کسی ممکنه تو زندگیش یک بار اتفاق بیفته که با یک همچو فردی آشنا بشه و مورد همچو راهنمایی های قرار بگیره. برای همین بهش میگه تامه کبرا یا طور اعظم. میگه اونجا هست اما آن حق مطلب ادا نشده و من میخوام الان بهش بپردازم. خب این مقدمه سهروردی برای این مسئله. حالا داستان رو از اینجا شروع میکنه. چون سفر کردم با برادر خود عاصم از دیار ماوراءالنهر به بلاد مغرب تا صید کنم گروهی از مرغان ساحل دریای سبز. پس با برادرش که اسمش عاصم هست. عاصم یعنی نگاه دارنده. و بعد معلوم میشه این رمز عقل انسانی است. پس ببینید میگه من چون سفر کردم. این من کیه؟ خود سهروردی، اما در داستان نفس انسانی است، روح انسان با یکی از قوای نفس، قوای روح که قوه عاقله است. پس نفس با قوه عاقله هم سفر میشه. عاصم کسی است که ما رو از خطا جلوگیری میکند. یعنی اگر تحت قوه عقلانیمون باشیم باعث میشیم که اشتباه کمتر بکنیم، اشتباه نکنیم. از دیار ماوراءالنهر. ماوراءالنهر ما بین النهرین داریم، ماوراءالنهر داریم، هر دو در خاورمیانه. بین النهرین بین دجله و فرات، ماوراءالنهر اون سمت نهر. اما این جغرافیایی نیست. ماوراءالنهر باز هم امر معنوی است. از دیار ماوراءالنهر یعنی از دیار نورانی، از دیار ملکوتی به بلاد مغرب، به دنیای ظلمت ما نزول کردیم. ما از بهشت خدا به زمین خاکی آمده ایم. پس ما از ماوراءالنهر معنوی به بلاد مغرب ظلمانی آمده ایم. برای چی آمده بودیم؟ تا صید کنم گروهی از مرغان ساحل دریای سبز را. آمده بودیم اینجا تا صید کنیم، تا شکار کنیم در عالم محسوسات. مرغ منظور عالم محسوسات. مرغان دریای سبز هم یعنی اموری که در عالم محسوسات یافت میشه. به هر حال ما وقتی به خاکدان زمین آمدیم وارد میشیم برای غوطه خوردن در امور محسوس. دریای سبز هم همین دنیای محسوسات است. چه اتفاقی افتاد؟ پس بیفتادیم ناگهان به دیهی که اهل او ظالمند. قریة ظالم اهلها، به قریه‌ای که اهل آن ظالمند، یعنی دنیا. یعنی وارد دنیا شدیم و گرفتار ظلم دنیوی شدیم. پس چون از قدوم ما آگاه شدند و بدانستند که ما پسران شیخ هادی ابن الخیر یمانیم، بگرفتند ما را و ببستند و به سلسله ها و به اغلال و به زندان کردند ما را در چاهی که قعر آن را نهایت نیست. خب اینا وارد یه شهری میشن. حالا تو متن عربی هم گفته، تو متن فارسی هم میگه. اسم این شهر قیروان است. از قیروان. وان هم به معنای مانند یا گونه یا پاسبان و حافظ است. ما افتادیم در شهر قیروان، در شهر قیرگون، در شهری که ظلمت پاسبان آن بود، ظلمت کده بود، ظلمت کده دنیا. قیر سمبل سیاهی است. این دنیا، حالا میخوام قربت غربی رو ذکر بکنه، ما غریبیم چون ما از ماوراءالنهر آمدیم. در قیروانیم یعنی در دنیای ظلمانی سیاهی هستیم که ظلمت داره ما رو فرا میگیره. وقتی دونستند که ما پسر شیخ هادی ابن خیر هستیم، اهل یمن. شیخ هادی کسی که ما رو هدایت میکند و ابن الخیر، خب این
همه نشون دهنده که ما دارای روح الهی هستیم. یعنی ما فرزند خیر هستیم، عقل فعال، یا آن چیزی که تو فلسفه بهش میگن عقل فعال یا شبیه به آن. هادی، هدایت شده هستیم، ابن الخیر. این رو بالواقع عقل فعالی که پسر خداوند است تمثیل کرده. خیر مطلق میشه خدا. هادی در ذیل او قرار میگیره که فرشته راهنما باشد یا عقل فعال باشد یا جبرائیل باشد. یمن هم اینجا نه صرفاً کشور یمن است که در شبه جزیره عرب قرار دارد. اینجا یمانی من وادی الایمن قرآن است، وادی با میمنت، وادی مبارکی، وادی برکت. بنابراین این وادی الایمن میگه دانستند که ما از دیار نور آمده ایم، پسر همچو فردی هستیم، دارای روح انسانی هستیم، دارای روح الهی هستیم. ما رو گرفتن، ببستند. ما تو این دنیا دست بسته ایم، دست بسته حواس خودمون هستیم، دست بسته عواطف و احساسات خودمون هستیم. اغلال غل و زنجیر به پامون کردن، به زندانمان انداختن، در چاهی که قهر آن را نهایت نیست. ما فکر میکنیم به چه جای دنیای خوبی. ما در قعر چاهیم، به لحاظ معنوی در قعر چاهیم. این چاه در قیروان است، یعنی در دیار ظلمت، در پایین ترین مرحله آن. باز هم در نظر بگیم چاه معنوی است، نه چاه ما. و بعد این عمران چاه، آبادی چاه به حضور ماست. یعنی فی الواقع چون ما در این چاه حاضر هستیم، چاه آبادانی پیدا کرد. در بالای این چاه یک قصر است، قصری مشید، یعنی یک قصر کاملا مجلل، و این قصر افلاک، ستارگان است. یعنی فی الواقع این عالم ظلمانی ما تخت بند بدن هستیم، ما زندانی بدنمون هستیم. به خاطر این بدن نمیتونیم پرواز کنیم، نمیتونیم بالا بریم. و این قصری که الان درش هست فی الواقع این افلاک و آسمان ها بالای سر ماست. چون شب، ما روز اجازه نداشتیم از چاه بیرون بریم، اما شبها به ما اجازه میدادن که بریم داخل قصر و بچرخیم. این تمثیل این است که روز بدن انسان تحت تأثیر حواسش هست و نمیتونه اوج بگیره. شب است که روح انسان تا حدودی از قید بدن رها می شود و امکان خواب دیدن، ورود در عالم مثال رو داره. روز برای ما همچه حالتی نیست. برای همینه که عرفا نوعاً این داستانهاشون، این مشاهدات معنویشون در شب اتفاق میفته. پس ما در شب اجازه رفتن به اون قصر داشتیم، قصر افلاک داشتیم، می توانستیم کسان دیگری را ببینیم. اما روز که میشد باید دوباره به قعر چاه برگرد. و بعد این تاریکی چاه هم به قدری بود که ما نمیتونستیم حتی دستمون رو هم مشاهده بکنیم. یک روزن در این چاه بود، یک پنجره‌ای بود، یک جایی که ازش نور میاد، نور بسیار اندکی. گاهی کبوترها، میدونید کبوتر توی چاه هم میره لانه میکنه. کبوترها که اینجا میگه فاختگان می آمدند. از کجا می آمدند؟ کبوترها، این فاخته ها از یمن می آمدند. باز یمن جغرافیایی نیست، یعنی از عالم نور می آمدند، پیک های عالم نور می آمدند. ما را آگاهی می دادن از سبززارها. خب ما توی چاه بودیم، ما توی ظلمت بودیم. اونها می گفتند که به ما یا جایی که سبززار بوده، مرغزار بوده، جای تفرج بوده رو ازش به ما می گفتن. و بعد گاه زیارت کردی ما را درخش‌های یمانی که روشن شدی از جانب راست شرقی، خبر دهنده از راه آیندگان نجد. اینا همه باز تلویحات قرآنی داره. میاد میگه که ببینید عارف سالک وقتی که
در حالت قرار میگیره الهام هایی بهش میشه. این فاخته ها الهام هایی معنوی است که به روح سالک عارض می شود. الهامی که به او می شود، میگه فاخته ها می آمدن از یمن، خبرهایی به ما می آوردن، از عالم نورانی نکاتی رو برای ما تذکر می دادن و شوق ما رو به دیدن اون درخت ها، اون سبززارها افزایش می دادن و ما آرزوی وطنمان می کردیم، یاد وطن می افتادیم. وطن ما سرسبز بود، وطن ما نورانی بود، وطن ما ظلمت کده نبود. این حب الوطن من الایمان، نه دوست داشتن شام و عراق و ایران امثال هم است. این حبی که از ایمان، حب وطنی که از ایمان است، این وطن معنوی است، این وطن نورانی است. یعنی اون وطنی که من و شما اونجا بوده ایم و بعد نزول کرده ایم به دنیا. دوست داشتن اون جزء ایمان است. ولی حالا دوست داشتن اون جایی که من هیچ دخالتی نداشتم، حالا یا من توی شهر به دنیا آمدم یا توی شهر به دنیا آمدم، چه ربطی به ایمان داره؟ انصافاً اگر حب الوطن منظور حب وطن جغرافیایی باشد، هیچ ارتباطی به ایمان ندارد. اما اگه وطن معنوی باشد، دقیقاً جزء ایمان است. یعنی ایمان داشتن به اون مبدأ نورانی که ما از اونجا آمدیم. یه شب بلند میشن و میبینن هدهدی از روزن آمده. خب هدهد کیه؟ هدهد هم تو تمام داستان‌های سهروردی که برگرفته از داستان سلیمان قرآن است، این هدهد پیک خوشخبر است. پیکی است که از عالم ملکوت میاد و دوباره الهام میکنه به روح سالک. این هدهد میاد اینجا سلام کنان در شبی روشن با مهتاب و در منقارش رقعه. این هدهد یه نامه توی منقارش داشت. نویسنده نامه کی بود؟ از وادی ایمن آمده بود، از کوه تور آمده، از وادی ایمن آمده. اینا همه رمزهای قرآنی برای قداست. این از طرف خدا آمده، از طرف پدر. حالا توی اینجا از طرف هادی ابن خیر یمانی، این از طرف پدرشان آمده. بعد به ما گفت که من برای خلاص شما فرود آمدم، میخوام شما رو از این ظلمت کده دنیا نجات بدم، از این چای که درش هستید میخوام نجاتتون بدم. حالا همه باید گوشا رو تیز بکنیم ببینیم نسخه‌ای که هدهد از جانب هادی ابن خیر آورده چیه. و شما را از سبب خبر یقین، همه داستان به نبع یقین که داستان حضرت سلیمان در قرآن هست ذکر میکنه. در شرحش جزئیاتش میگه تو نامه مشروع هست. نامه را بخواندیم، در آنجا بود. حالا تو اون نامه است انه بسم الله الرحمن الرحیم من سلیمان، از داستان سلیمان، از خطاب به بلقیس. این تبدیلش کرده به نام از پدرتان هادی. یکی از اسامی خداوندم هادی، هدایت کننده. به شما به نام خدای بخشاینده و بخشایشگر آرزومندتان کردیم، آرزومند نمیشوید. بخواندیم شما را، رحلت نمی کنیم. اشارت کردیم، فهم نمی کنیم. من همه چیزو بر توسط پیامبرانم به شما فرستادم، اما شما نمیگیرید، شما توجه نمی کنید به نکات من. حالا اگر قرار است، در نامه نوشته بود ای فلان، اگر خواهی که با برادرت عاصم با عقل خلاصی یابی، در عزم سفر سستی مکن. اگر کسی میخواد نجات پیدا کنه، با قعود و نشستن حاصل نمی شود. باید هجرت کنه، باید سفر کنه، باید مهاجرت کنه. شرط اول موفقیت مهاجرت است. اما این مهاجرت معنوی است. مهاجرت از غرب ظلمانی به شرق نورانی است. با خلاصیابی در عزم سفر سستی مکن و دست در ریسمان ما زن و اعتصموا بحبل الله، چنگ در ریسمان ما بزن، یعنی به سمت نور بیا. و آن جوزهر فلک قدسی است مستولی بر نواحی کسوف. نگاه به آسمان کن. حالا اینجاها داره یکی یکی اسم ستاره ها رو میگه. اون زمان همه اینها علاماتی بوده که اگه در شب میخواستی راه بری، ستاره رو نشون میکردی، بر اساس اون راهت رو پیدا میکردی. اینا رو آورده به عالم معنوی، میگه که
در عالم قدسی هم شاید به عقل اول به جبرائیل اقتدا کنی، به اون فرشته راهنما اقتدا کنی. مستولی بر نواحی کسوف یعنی اون جاهایی که خورشید گرفتگی است. خورشید گرفتگی خلاف نور است، اما این استیلا دارد، این نورش اونجا رو هم گرفته برای اینکه بتوانی به نور برسی و از ظلمت رهایی پیدا کنی. چون به وادی مورچگان رسیدی دامن را بیفشان. وادی مورچگان باز قصه سلیمان، حضرت سلیمان است که لشکرش که میخواد رد بشه اونجا ذکر میکنه که متوجه باش مورچه ها، چون سلیمان زبان مورچگان، زبان پرندگان رو متوجه میشه، میشنوه که مورچه ها دارن با هم صحبت میکنن، لشکر سلیمان داره میاد، برید خونه هاتون که زیر پای لشکرشون ناخواسته له نشید. مورچه اینجا سمبل و نماد حرص است، آز است، دنیا پرستی است. مورچه تو داستان قبلی یک سمبل دیگه بود، اینجا سمبل حرصه. میگه وقتی به اونجا رسیدی دامن بیفشان، دامن رو بزن بالا، گیر نکنی، به حرص و آز دنیوی گیر نکنی. اولین شرط هجرت این است که از دنیا بگسلی، تعلق دنیوی نداشته باشی و بگو سپاس خدا را عزوجل که ما را زنده کرد پس از آن که مرده بودیم. حالا اینا رو یکی یکی آیاتش هم اونجا ذکر میکنه. و بکش زنت را که او را پسماندنی است. اینجا زن منظور مقابل مرد نیست. زن یعنی قوه شهوانیه، میتونه توی خانم‌ها باشه، میتونه تو آقایون باشه. اینجا لازم نیست سالکش مرد باشه، سالکش میتونه زن باشه. قوه شهوانی خودت را بکش. و بعد که میگه او را پسماندنی است، اشاره هست به داستان لوط. اونجا وقتی بحث میشه که عذاب میخواد نازل بشه، زن پیامبر با پیامبر نمیمونه، انه من الغابرین، و از گمراهان است. اون میماند چون میگه هر که با من است بیاید از شهر خارج بشیم چون عذاب وارد میشه. این زن نمیآید، پس ماندنی است، در شهر میماند تا مشمول عذاب بشود. اگر میخواهی سالک شوی باید قوه شهوانیت رو، چه مرد باشی چه زن باشی، بکشی. اینجا قصه زن کشتن نیست، رو توجه کنید. فیمینیسم رو امثالا بذاریم که قصه اینه که اگه میخواهی سلوک کنی با شهوت جنسی نمیتوان سلوک کرد. برو چنان که فرمودیم در کشتی نشین. حالا اینجا کشتی نشستن، تو چندین داستان قرآن کشتی آمده. داستان نوح هست، تو قصه موسی و خضر هم کشتیش هست، تو قصه یونس هم هست و الی آخر. کشتی اینجا کشتی بدن است. روح ای قرار نشد سهروردی قهرمان داستان من نفس است، با برادرش نفس ناطقه. برای اینکه بتونه توی سفر بره باید از کشتی بدن استفاده کنه، اما کشتی مقصود نیست، مقصدم نیست، وسیله است. اگر بدن برای سالک وسیله بود برده، اگر بدن مقصود شد باخته. کشتی رو سوارش میشن اما عاشقش نمیشن. میباید از بدن استفاده کنی، اما اگر آمدی و پرداختی به بدنت، لذت‌های بدنی شد سرلوحه زندگی تو کشتی سوار نیستی، کشتی سوار توست. حالا اینجا میگه در کشتی نشین. نشستن در کشتی یعنی استفاده بهینه از بدن دنیوی برای ارتقای معنوی. چون با کشتی رد میشیم به یه جایی میرسیم. و بعد شرح کرده بود در رخ آنچه را در راه بودنی است. همه جزئیات رو برای من گفته. هدهد پیش رفت و آفتاب بالای سر ما شد. خب وقتی هدهد پیش میره منم دارم دنبال سر هدهد میرم. اینجا آفتاب که بالای سر میاد یعنی سایه از بین میره. ببینید ظهر کمترین طول سایه رو در طول روز داره، پس سایه باز نماد ظلمت است.
وقتی نور نباشه ظلمته. خب ظهر سایه نداریم، پس معلومش ما به یه بلوغی رسیدیم. چون به کنار سایه رسیدیم بنشستیم در کشتی، میخواستیم که تور سینا رویم. تور سینا باز در قرآن نماد سخن گفتن موسی کلیم الله با خداست. پس ما را داریم به کوه سینا نزدیک میشیم تا زیارت صومعه پدر کنیم. حالا سینا اسم بسیار زیبایی است، اسم مقدسی است، اسمی جایی است که موسی کلیم با خدا سخن میگه. توی اونجا صومعه پدر است، هادی تو اینجا هادی ابن خیر که ذکر میکنه. خب ما قراره بریم اونجا. این صومعه یعنی عالم انسان، یعنی جایی که با خدا ملاقات میکنن. ما میخوایم بریم به ملاقات پدرمون. پس موج حجاب شد میان من و پسر. اشاره به داستان نوح است. پسر نوح حاضر نشد با پدرش همراهی کند. موج دریا حائل شد بین من که نفس ناطقه و سالک هستم و پسرم. اینجا پسر نماینده نفس حیوانی است. یعنی اگه تو میخوای سلوک بکنی، ببین یکی زنت را بکش، قوای جنسی. پسر غرق شد، قوای حیوانی، نفس حیوانی، در داستان حضرت نوح. و اون پسر نیامد و در طوفان غرق شد. پس موج حائل شد میان من و پسر، او غرق شد. بدانستم که صبح نزدیک است، ملاقات با خدا. صبح زمان ملاقات با خداوند است. بدانستم که دیهی که در او پلیدی ها میکنند زیر و زبر خواهد شد. اون شهری که عاد و ثمود درش بودن، عذاب خدا درش نازل شد، زیر و زبر شد، پلید بود، زیر و زبر خواهد شد و باریدنی است بر وی بارانی از سنگ و گل. همه اینا تلویحات قرآنی دارند. پس چون برسیدیم به جایگاهی که در آن امواج تلاطم میزد و آبها منقلب میشد، دایه خیش را بگرفتم و در آب انداختم. این دایه هم اشاره به نفس نباتی است. این داره نفس‌های مختلف رو ذکر میکنه: قوای شهوانی، نفس حیوانی، نفس نباتی. الا چطور ممکن آدم دایه خودش رو که اومده بزرگش کرده بگیره بندازه توی دریا غرقش بکنه؟ ما توسط این قوای بدنی بزرگ شدیم، ولی دیگه به اونها احتیاج نداریم. دایه واقعی نیست، مثل قطعه بدن انسان است، قوای بدنی انسان است، میندازتش توی دریا. بعد کشتی را بدریدیم. اشاره به داستان موسی و خضر. اونجا وقتی ذکر میکنه که کشتی رو شروع میکنن، حالا اومده اینا رو سوار کرده، شروع میکنه کشتی رو سوراخ کردن. برای چی داره سوراخش میکنی؟ میگه این پادشاه ظالمی اینجا هست و میخواد بیاد و این کشتی رو تصرف کنه، اما کشتی اوراق و سوراخ شده رو کاری به کارش نداره و برای همین دست به این کشتی نخواهد زد. این تو داستانه، میگه شروع کردیم کشتی را بدریدیم. کسی که میخواهد به سلوک برسد، باید خودش را برای مرگ آماده کند. اولین شرط سلوک آمادگی برای مرگ است. کشتی را بدریدیم یعنی خود را آماده مرگ کردیم. پس این کشتی ما برسید به کوه یعجوج و معجوج. خب کشتی یعجوج و معجوج تو داستان ذوالقرنین در قرآن هست. اینها می اومدن فساد میکردن. ذوالقرنین میاد بین اونها و مردم یک کوهی درست میکنه، یک حائلی درست میکنه تا اونها نتونن همچو کاری رو بکنن. باز یعجوج و معجوج اینها نمادهای امور زمینی و شرور و فساد هستن. در مقابلش ما قرار است که خروج کنیم، به این امور مبتلا نشویم. در آن وقت پیش من بودند پریان، فرشتگان پیش من بودند. پس بفرمودم پریان را تا بدمیدند، در آن مسک آتش شد. در داستان ذوالقرنین برای اون سد آهنی که میخواد درست کنه احتیاج به دمیدن و آتش کردن و فولاد و سپر و امثال هم هست. پس از آن سدی ببستم میان من و یعجوج و معجوج. اگه میخوای سلوک بکنی باید
باید بین شهوات، بین امور دنیوی و خودت یک سد آهنی درست کنی. و این سد داره درست میشه. و حقیقت شد مرا وعده پروردگار من. دیدیم در راه کله ها، توی متن عربیش جمجمه های سر عاد و ثمود تهی پوسیده بر تخت های ایشان. اونجا که رسیدیم میخواد تنبه بده که شما وقتی میخوای دنیا رو از دنیا بگذری باید عبرت بگیری بر آنچه که بر قوم عاد و ثمود گذشته بود. من جمجمه های اینا رو دیدم پوسیده شده بود. اینها کسانی بودند که حاضر نشدند به امور معنوی تن بدن و به دنیا دل بستند و این گونه بر سرشان آمد. و بعد میگه که ثقلین را بگرفتم، ثقلین را به افلاک و در قاروره گذاشتم که من ساختم و در آنجا خطوط است. حالا اینها هم هر کدومش باز نکات قشنگ درش ذکر میکنه. میگه اگه میخوایی ببینید وقتی چیزی رو ما در شیشه میذاریم، قاروره مثل ظرف میشه شیشه میمونه و سرش رو میبندیم، این دیگه نمیتونه تأثیر بکنه، مثل غول در شیشه کردن که توی داستان‌های اسطوره‌ای هست. اگر نفس اماره و نفس لوامه رو بگیری و در شیشه کنی، ثقلین یعنی نفس اماره و نفس لوامه، دو امر گرانبها، دو امر سنگین، این ثقلین مرادون، نه ثقلین توی روایت، این منظورش نیست. در قاروره بکنی یعنی بتونی بر نفس خودت مطمئن باشی، مسلط باشی، اون وقت امکان سلوک و امکان راه رفتن رو داری. قاروره گذاشتم که من ساختم، پس ببریدم جویها رو از جگر آسمان. خب باز اینها جگر آسمان اشاره به ستاره‌های خاصی است که در اون زمان کاملا شناخته شد. پس چون آب آسیاب بریده شد، آسیاب ویران شد و گوهر به گوهر رسید. این قسمت رساله اشاره به صور آسمانی هست که اینا هر کدومش رو به یک صورت می‌دیدن و بعد با اینها سهروردی به زیبایی بازی کرده. باید یک رساله ها، باید یک اون ستاره رو شرح بدیم تا معنیش مشخص بشه. حالا من چون زیبایی های دیگری تو رساله است، اینا رو تو متن نوشتش تذکر میدم، ازش میگذرم تو اون نکات اصلی رساله برسیم. بعد اینجا رو توضیح میده، میگه که پس برستم از 14 تابوت و از 10 گور که از او برانگیزند به سایه خدا تا منقبض شود با قدس قبض آسانی. این 14 تابوت اشاره به قوای گیاهی، حیوانی و شهوانی و اخلاق اربعه مطابق طبیعیات قدیم است که من توی جلسات فراوان بهش اشاره کردم. 10 تا گور منظور 5 حس ظاهری و 5 حس باطنی که مجموعاً 10 میشه، چون همه اینا موانع سلوک هستن. کسی که به حواس خودش میپردازه از سلوک معنوی جلوگیری میشه، برای همین اسم اینا رو گور گذاشته. این گور حواس ما هستن. بعد میگه بدیدم راه خدا و دریافتم که این است راه راست. حالا اینجا تازه که حالا از این روح حیوانی و گیاهی و شهوات و امثال هم گذشته، تازه رسیده به صراط مستقیم. بگرفتم خواهر خیش را و بپوشانیدم در او پوششی از عذاب خدا. اگه یادتون باشه تو داستان آواز پر جبرائیل میگفت که او را جفت نیست، تو بحث جبرائیل یا پیر را که میگفت او را جفت نیست، تنها کنیزی حبشی دارد که این عالم ماده. اینجا اسم خواهرش هم عالم ماده است. اینجا میگه او را بگرفتم خواهر خیش را بپوشانیدم در او پوششی از عذاب، یعنی عالم ماده را گرفتم. خواهر و اون کنیز حبشی چیزی جز ماده، هیولا به اصطلاح فلسفی، چیزی غیر از اون نیست. پس بمان در پاره‌ای از شب و در تبی و کابوسی که راه می‌برد به سعی سخت. پس بدیدم چراغی که از اون نوری تافت. این چراغ باز عقل اول است که دنیا رو نورانی می‌کند و راه رو به سالکان نشون میده. و برمی افروخت سکان خانه از اشراق او، ساکنین خانه از نور او راه را پیدا می‌کردند. پس بنهادم چراغ را در دهان اژدهای ساکن در برج دولاب که زیر قدم او دریای قلزم است. حالا اینا همه تعبیرها رو نگاه بکنید.
اژدها یکی از ستاره های مجموعه ستاره ها که توی چین و ژاپن به خصوص این رو به صورت اژدها میبینن، لذا اسمی رو گذاشتن اژدها. بعد در برج دولاب باز منظور آسمان چرخنده، چون اینا میچرخیدن، حالا اون زمان نمیدونستن که چی کدومش میچرخه کدومش ساکنه. برج دولاب یعنی آسمان چرخنده که زیر قدم او دریای قلزم است. حالا بازم دریای معنوی اشاره است به این که زیر این ستاره ها همچون دریای قرار دارد و بالای او ستارگان که پرتو شاه ایشان ندانند الا مبدع ایشان و راسخان علم. تنها کسانی رمز این ستاره ها رو میشناسند که یا راسخ علم باشند یا خود خداوند باشند. پس اسد و ثور را که غائب بودند، باز دو تا صورت فلکی هستند. اسد اشاره به قوه غضبی است، ثور اشاره به قوه شهوی است. حالا هر کدوم اینا چون سوران میکنه، فوران میکنه، اون یکی هم غضب داره حمله میکنه، اینها صورت‌های فلکی چند تا ستاره که کنار هم قرار گرفته. کمان و خرچنگ اینا باز همه صورت‌های فلکی 12 تا. شما الان برید این برج‌ها رو نگاه بکنید، همین برج ذکر میکنیم، همه اسمای اینا اسماشو اینجا به کار میبریم. خلاصه بعد میگه آنگاه که طلوع کرد ستاره یمانی ورای پرداز. ستاره یمانی که راه رو نشون میداده، این همون باز عقل اولش. و آن پرده ها تنیده عنکبوت های گوشه های عالم عنصری باشند در عالم کون و فساد. عنکبوت باز اشاره به عالم مادی و دنیای فیزیکی است. و با ما گوسفندی بود. گوسفند باز نماد شهوت انسانی است. مورچه حرص بود، اینم شهوت. او را در بیابان رها کردیم. قرار سلوک بکنید، با گوسفنده که نمیتونید بیاید اونجا، باید گوسفند مادیت خودتون رو در بیابان رها کنید. پس زمین لرزه ها وی را هلاک کرد و آتش صاعقه در او افتاد. بالاخره بعد میرسه به اینجا که بدانها پیوستم و نغمه ها و دستان آنها بشنودم. حالا داستان صداهای معنوی رو، موسیقی معنوی رو میشنم و خواندن آن آهنگ ها بیاموختم، از اونها چیزای فراوانی یافتم. و بعد از اون میگه پس نزدیک آمد که از لذت آن چه به دور رسیده بودم رگها و پیهای من از هم فرو بگسلد. آنقدر داشتم لذت میبردم از این لذت معنوی که نزدیک بود رگهام پاره بشود و مفصلهای من جدا کردند. حال بر این منوال بود تا ابر پراکنده شد و مشیمه پاره گشت. پس از غارها بیرون شدیم، از حجرها فرود آمدیم. درویش ها، ریاضت کشان وقتی میخوان ریاضت بکشن میرن در مغاک، در غار، جایی که نوری نیست و مدتها اونجا سعی میکنن خودسازی کنن. توی این غارها معمولا یک آب زیرزمینی هست که این ازش چشمه میجوشه. این رو بهش آب حیات میگه آب حیات در یک غاری است که تو میخوای خودت رو خالص بکنی، میروی اونجا. بعد روی به سوی چشمه زندگانی داشتم. این چشمه زندگانی همون آب حیاته که اگر از او بخوری، بنوشی یا در آن غسل کنی، خودت را بشویی، جاودانه میشوی، یه مرگ سراغت نمیاد. پس سنگی بزرگ همچون پشته سترگ بر ستیغ کوه دیدم. یه سنگ بزرگی دیدم وقتی رفتم سراغ چشمه زندگانی، آب حیات که همه تو داستان‌ها شنیدیم. یه سنگ بسیار بزرگ پشته دیدم بر ستیغ کوه. کنارش ماهیانی در آب حیات داشتن شنا می‌کردن. از سایه آن پشته بزرگ متنعم و بهره‌مند بودند. پرسیدم این پشته چیست و این سنگ بزرگ چیست؟ پس یکی از ماهیان از گذرگاهی راه خیش در دریا پیش گرفت. یکی از ماهی‌هایی که توی اون جوی بود طرف دریا راه افتاد. آنگاه گفت، حالا ماهی داره با سهروردی، با نفس ناطق انسان صحبت می‌کنه، این است آنچه می‌خواستی. این کوه همان طور سیناست. تو جای درستی رسیدی. تو در کنار دنبال صومعه پدر بودی، به صومعه رسیدی. الان تو به کوه طور رسیدی، تو به معنویت رسیدی. خب تو کی هستی؟ تو داری با من سخن میگی. آنگاه گفت آن سنگ بزرگ سخت صومعه پدر توست. وادی ایمن، همون وادی نور، همون جا در بالای کوه سینا، این صومعه پدر توست. پرسیدم این ماهیان کیانند؟ پس گفت همانند تو اند. شما پسران یک پدرید.
و آنان را واقعی مانند واقعی تو افتاده است. سهروردی و عاصم برادرش هر دو برادران ماهیان کوه تورند. مگه تو عالم واقع میشه شما با ماهی برادر باشی؟ برای اونها هم واقعی مثل تو واقع اتفاق افتاده. یعنی اونها هم از چاه ظلمت دنیوی قصد هجرت به عالم نور شرقی کردند، به اینجا رسیدند، به آب حیات رسیدند، حالا میخوان به دریا برسن. دریا نورالانوار است. ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز بالاییم و بالا میرویم. این ماهی قصد اونجا. ببینید توی داستان‌های سهروردی پرنده نشان دهنده عروج روح بود به عالم معنویت، ماهی نشان دهنده پیوستن به دریای ملکوت است و قهرمان این داستان هم از غربت غربی قرار است به وطن شرقی نورانی برسد. از غرب ظلمانی به شرق نورانی که وطن اصلی است میخواهد بازگردد. پس میگه اینها برادر تو هستند. اینا هم یه واقعه براشون اتفاق افتاده. باید هممون به دنبال اون واقعه باشیم. این واقعه باید برای ما اتفاق بیفته که به اون عالم نورانی برسیم. پس ایشان برادران تو اند. چون این بشنودم تصدیق کردم، دست به گردن ایشان در آوردم. حالا چطور تو میتونی بر ماهی رو بگیری توی بغلت و لیزم نخوره؟ به هر حال ماهی معنوی میشود. و به دانان شاد شدم و ایشان نیز از دیدن من شاد شدند و به کوه بر شدم، بالای کوه رفتم و پدرمان را دیدم. تونست بره سراغ پدر، نورالانوار، نور، ملکوت. ایشان نیز از دیدن من پیری بزرگ که نزدیک آمد آسمان ها و زمین ها از تابش نور وی شکافته شوند. همه آیه قرآن است. خب وقتی نزدیک شدم، نزدیک بود همه چیز منفجر بشه از عظمت نور او. پس در روی او خیره و سرگشته ماندم. وقتی این مقام قرب است، مقام فناست، نزدیکش که میشی چشم نتوانستم از او برگردم، به سوی او شدم. پس مرا سلام داد. پدر به من سلام کرد، خوش آمدی. او را سجده کردم. خداست. نزدیک بود که در فروغ تابناک وی بسوزم. پس زمانی نگریستم و نزد او از زندان قیروان شکایت کردم. گفتم پدر تو چطوری راضی شدی من پسر تو توی چاه ظلمانی شهر قیروان سالها زندانی باشم؟ مرا گفت نیکو راستی، خوشا به حالت، خوب نجات پیدا کرد، اما ناگزیر به زندان غربی باز خواهی گشت. اما موقتا الان پیش منی، تو باید دوباره برگردی به زندان غربی و هنوز همه بندها را از خود نیفکنده ای. یادتونه اولین داستانی که اینجا با هم خوندیم، داستان پرندگان، رسالت الطیر؟ اونجا وقتی که با هدهد آمد، رفتن ملک رو پس کوه قاف دیدند. کوه قاف، کوه تور، دوتاش یکیه. رفتند و دیدند، گفت که ما داریم میریم برمیگردیم تا این بندها رو باز کنیم، تو هنوز بند آخر رو باز نکردی. یادتونه اونجا گفتم بند آخر چیست؟ تو هنوز نمرده ای. پرواز واقعی با مرگ صورت میگیرد. سالک از مرگ استقبال میکند، غمگین نمی شود که می میرد. وقتی می میری تازه از زندان تن رهایی پیدا می کنی و امکان عروج واقعی نصیبت می شود. لذا میگه هنوز همه بندها رو از خود نیفکنده، تو هنوز بدن داری، تو هنوز زنده بدنی هستی. پس چون گفتار او بشنیدم، هوش از سرم بشد. گفتم من نجات پیدا کردم، حالا اومده بودم خدمت شما، دوباره باید برگردم تو اون خراب شده غربت ظلمانی غربی. آه و ناله برآوردم همچون ناله کسی که نزدیک به مرگ است، نزد او زاری کردم. گفت این بار تو را بازگشت به دنیا ضروری است. تو الان آمدی، الان چشیدی ملاقات ما را، لکن تو را بشارت میدهم، تو را به دو چیز، به دو تا بشارت، به دو تا امر بشارت. یکی آن که چون اکنون به زندان بازگردی، ممکن است دیگر بار
به ما باز رسی و به بهشت ما بازگردی. امکانی هست که برگردی، به تو بستگی داره. میتونی اونجا که رفتی اون چه که بهت گفتم رو عمل کنی و به حضرت ما برسی. دوم آن که به آخر بازگردی و خلاص یابی و آن شهرهای غریب را جمله رها کنی. وقتی رفتی اونجا میتونی چنان عروج پیدا کنی که کلن دیگه نمانی و قصد ما کنی. فرحناک گشتم بدان که گفت، خوشحال شدم که همچه حالتی امکان دارد برای من اتفاق، هم امکان دیدن دوباره، هم امکان دیدن دائمی برای من، دو تا هم. پس دگرگار گفت این کوه طور سیناست و بالای این مسکن پدر من و جد توست. بالای این خود نورالانوار. این قرار شد هادی پسر خیر باشد، عقل اول، عقل فعال، جبرائیل پسر خیر باشد. بالای این اون نورالانوار است. من نیستم به اضافت با او جز چون تو به اضافت با من. توضیح میده که چقدر او بزرگه و من نسبت به تو چه هستم. و ما را اجداد دیگر هستند تا نسب به ملکی رسد که جد بزرگتر اوست و این بزرگی را با بزرگی او عظمی و مقداری نباشد. در داستان، در فلسفه سهروردی امور تشکیکی است، یعنی دارای مراتب است. نور همینطور که میری بالاتر درجه نور شدیدتر میشود تا به نور مطلق که نورالانوار است برسیم. لذا میگه بالای سر اینها هم چیزهای دیگری است، ما تنها نیستیم. اینجا نور، عالم نور است، نورآباد است. و بعد میگه و بالای بالاست و نور نور است و هر چیز قابل آفت و فناست الا ذات پاک او. برسیم تا به اون آخره که اون نور مطلق است. پس من در این داستان بودم که حال من بگردید، حالم عوض شد. و از هوا اندر مغاکی میان گروهی ناگرونده بیفتادم. دوباره یادتونه تو اول چجوری گرفتار شد به قیروان و زندان افتاد و در دیار مغرب زندانی بماندم و مرا چندان لذت بماند که یارای توصیفان ندارم. دیگه وقتی به زندان دوباره برگشتم اونقدر در کوه تور نزدیک پدر خیر پسر هادی پسر خیر یمانی، اهل یمن، یمن یعنی اهل نور بودم، لذت او رو به یاد آوردم. پس بانگ برآوردم و زاری کردم و بر جدایی دریغ خوردم و این راحت خوابی خوش بود که زود بگذشت. مثل یک خواب کوتاهی بود که بر من گذشت، اما تو این خواب همه چیز رو دیده بودم. خدای ما را از اسارت طبیعت و بند هیولا رها سازد و بگو سپاس مر خدای را، زود بنماید شما را آیات خود. حالا دو تا من شعرم یادداشت کردم که عملاً مضمون همین غربت غربی است. یکیش از حافظ است، یکیش از یک شاعر دیگر است. چرا نه در پی عزم دیار خود باشم، چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم، غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، روم به شهر خود و شهریار خود باشم. اگه شما توی غربت به چیزی نمیگیرنده، به بازی نمیگیرنده، تو مال اینجا نیستی. در دیار غربت تو کسی نیستی. میخوای شهریار باشی باید به وطن خودت برگردی تا قدر تو را بشناسن، اونجا شهریار میشی. غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، روم به شهر خود و شهریار خود باشم. اگه میخوای شهریار باشی باید به وطن برگردی، به وطن معنوی برگردی، اونجا تو شهریاری. تو دیار غربت تو چاه زندانی است. اما تفسیر حافظ از این، آیا حافظ رو خونده؟ قطعا مولانا خونده. از بسیاری از نکات غربت غربیه در اشعار خودش استفاده کرد. حالا وقت من اجازه نمیده فقط حافظ رو میخونم. حالا ببینید حافظ تو این موارد بگیرم. نماز شاب غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم. به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. من از دیار حبیبم، مشرق وطن شرقی نورانی، نه از بلاد غریب. من اهل
این غرب ظلمانی نیستم. مهیمنا، خدایا به رفیقان خود رسان بازم، مرا به رفیقانم بازگردان. رفیقان من اهل وطنند، نورانی‌اند، شرقی‌اند. رفیقان من غریب در این دنیا، اهل این غربت سده غربی ظلمانی نیستند، مرا به اونجا برگردان. اگه بخوام مطابقت فقط این رد پای قصه غربت غربی رو تو مثنوی بگم، خودش یک جلسه طول میکشه که این زیبایی هایی که این تأثیری که این رساله، البته زبانش زبان بسیار پیچیده است، من خودم باور دارم، من فرصت نکردم، حالا فقط خواستم رمزها رو برای شما بگم. هر کدومش رو بخوای بگی، این سفر شروع شد، رفتیم در ظلمت قرار گرفتیم، از یک امر نورانی آمدیم و بعدش برگشتیم یک دوران کوتاهی، دقیقاً مثل داستان پرندگان، مثل آواز پر جبرائیل. تمام داستان‌های سهروردی یک سفر بیشتر نیست. دقیقاً داری سفر روحانی رو به زبان‌های مختلف، با تمثیل‌های مختلف برای ما میگی. حالا به خودمون برگردیم. آیا ما به چاه ظلمانی که درش هستیم مانوس شده ایم یا نه؟ آیا فکر هستیم که برگردیم به کوه طور و به آب حیات و به اون صومعه پدر یا نه؟ اگر هستیم خوشا به حال ما. امیدوارم همه بدانیم که من از دیار حبیبم، نه از بلاد غریب. و السلام علیکم و رحمت الله.